بزن بریم این تیرامیسو توت فرنگی خوشمزه رو آماده کنیم. اول از همه 20 تا 30 عدد توت فرنگی رو به این صورت تیک تیک میکنیم و داخل ظرف بلندمون میریزیم و بعد 4 تا قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم و 2 تا قاشق چایخوری وانیل و بعد خوب بلندش میکنیم تا به این شکل در بیاد. بعد میریزیمش توی یه ظرفی که مناسب روی گازه و خوب هم میزنیم تا خوب بپزه و مارمالادمون آماده. 200 گرم خامه قنادی رو فرم میدیم، بعد 200 گرم ماسکارپونه و 2 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. بعد مارمالادمون رو کف ظرفمون میریزیم، بسکوت‌های پتی بورمون رو که میزنیم داخل شیر و توت فرنگی که الان من نداشتم و بعد روش دوباره مارمالاد میزنیم و بعد خامه و پنیرمون رو که فرم دادیم رو با ماسوره میزنیم روش و بعد توت فرنگی هامون رو روش میچینیم و من دو لایه این کار کردم که به خاطر کوتاه شدن ویدیو دیگه لایه دوم فیلم نگرفتم و اینجوری روش رو یک دست میکنیم و تادام با دیزاین مورد علاقه خودم